بینندگان عزیز و ارجمند، ما برنامه فرهنگی و فراغتی پیام صلح را از کافدره ادبیات کلاسیکی دانشگاه دولتی خوجند ادامه می‌دهیم. باعث خوشنودی زیاد است که تماشابینان سخنپرور ما پیوسته از ما خواهش می‌کنند که به مضمون این یا آن بیت روشنی اندازیم، معنی آن را عمیق‌تر توضیح بدهیم. با مقصد آنکه این خواهشات شما را به اجرا برسانیم، ما سری قرار آمدیم که در برنامه فرهنگی فراغتی پیام صلح یک صحیفه تازه و دائمی کشاییم با نام کلید معنی. این لحظه مددگار ما، کمک رسان ما، رهبلد ما در اجرای این عمل دکتر علم فیلولوژی استاد عبدالمنان نصرالدینов هستند و استاد محترم، از شما خواهش است که بگویید برای درک عموما شعر یا بیت اول درجه آدم باید چیکار بکند، کدام راه و اصول را جوید؟ تشکر. من از شما محسن جان و همکارانتان در تلویزیون ولایتی ما باید سپاس بگویم که یک صفحه تازه شما میخواهید که از روزگار معنی شناسی، از نکته سنجی گذشتگان ما در تلویزیون ما بازگردانید و به همین وسیله مردم ما را برای شناختن معنی ها انس گرفتن به مضمون های لطیف شعر کلاسیکی و تربیت یافتن در اساس ذوق گذشتگان ما راهنمایی بکنید. برای شناختن معنی یک راه های ابتدایی هست که آن را باید هر یک کسی که با کتاب انس میگیرد باید بداند. اول آن که شعر را وقتی که میخواند تصور کند که اگر شاعر آن را به نثر مینویس باید چگونه باید باشد، نثرش را حاصل کرده تواند. وقتی که یعنی مضمون عمومی شعر را در حالت به نثر آوردن چگونه میشد، خیلی هست البته که وقتی ما شعر خوب را به نثر گردانیم اون لطافت و زیباییش را از دست میدهد، اما نکته معنی باقی میماند. اون نکته برای ما مهم است. دویم کاری که باید انجام بدهند، کسی که شعر حافظ میخواند، شعر مولانا میخواند، شعر بیدل و گذشتگان بزرگی ما را میخواند و دلش میخواهد که به دنیای معنی آنها راه یابد، این شرط دوم دانستن لغت ها و ترکیب های شاعرانه آنهاست. تا این لغات و ترکیبات شاعران گذشته ما را ندانند، یعنی ابزار شاعری آنها را ندانند، به دنیای معنی راه یافتن نمیتواند. سوم شرط همیشه این هم خیلی مهم است، باید خواننده هوشیار باشد. کسی که شعر میخواند بداند که این معنی، این مطلب، این شعر در کدام دور گفته شده است و سبب گفته شدنش چی. مثلا غزل حافظ در اختیارش گذارید که شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین خندی پارسی که به بنگاله می رود. چرا اینجا بنگاله آمده است؟ چرا شکر شکنی طوطیان را نامبر کرده است حافظ؟ سبب گفته شدن این شعر را ندانند، مطلب را بیان کرده نمیتواند. تشکر استاد محترم برای چنین یک دستورات خیلی مختصر و مفید و اینک میگذاریم به شرح معنی، یعنی کلید معنی را به دست میگیریم. یک نفر از همکاران خودی ما که بیننده دائمی پیام صلح هستند از بنده خواهش کردند که خوب میشده اگر که به همین بیت، به معنی همین بیت روشنی می انداختید و معنی این بیت را باز هم عمیق‌تر توضیح می دادید. بیت چنین است: 1000 ساله راه است از تو تا مسلمانی، 1000 سال دیگر تا به حد انسانی. خواهش میکنم. مخنی از بیت های معروف است که ورد زبان همگان است. 1000 ساله راه است از تو تا مسلمانی، 1000 سال دیگر تا به حد انسانی. یعنی چی است این؟ یک دو سه نکته هست اینجا که ما باید به نظر بگیریم. یکم اون که در شعر وقتی که شماره ها می بیاید، ما اون شماره ها را نباید دقیق حساب کنیم. مثلا سعدی در یک شعرش میگوید که یکی 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روزه دریابی. مطلب اینجا
5 روزه مدت کم است، 50 مدت زیاد است. در این شعر هم 1000 به معنی فاصله زیاد است، یعنی راه دور است. چی دور است؟ یعنی 1000 سال راه از تو مسلمانی توی هست و 1000 سال دیگر تا به سرحد انسانی رسیدنی تو است، هم تو در ظاهر است. اما اصلی مقصد آن است که مفهوم مسلمان در فرهنگ ما یک انسانی که با بهترین فضیلت ها باید آراسته باشد، با فضیلت های معنوی خودش، با دل روشن و خاطره افروخته خودش و با دیانتش، با پرهیزگاری خودش همه خیلی مفهوم رو درک میکردند. و وقتی که کس اسلام آورده است، نام مسلمانی دارد اما این فضیلت ها رو نداشته باشد، این خیلی فاصله میگیرد بینشون، یعنی راه خیلی دور است. معنیش آن است که اگر ما بر زبان گوییم که مسلمان هستیم اما در عملهای خاص به مسلمان ها که در دنیا با همین فضیلتشان انها شناخته شده اند، اگر ما یک تاریخ به نگاه کنیم، مثلا بر اون جایهای مثل کشورهای اندونزیا و کشورهای آسیای جنوبی شرقی، وقتی که مسلمان ها آمدن با بهترین فضیلت هایشان آمدن و مردم با محبت همون تاجران مسلمان را در یادشان نگاه داشتن و با همون به این فرهنگ روی آوردن و به اسلام هم گرایش پیدا کردن. یعنی این نکته همین است که یک اسلامی تو، مسلمانی تو تنها در زبان هست، در عمل نیست. در عمل باید که ادب مسلمانی داشته باشه. این رو به نظرم بسیار خوب از شاعران بزرگ عهد ما علامه اقبال گفته است که ادب پیرایه نادان و داناست. یعنی زینت و زیور هر یک انسان، خواه دانا باشه خواه نادان باشد، همون ادبی او است. بهترین پیرایه ادب است. ادب پیرایه نادان و داناست، خوشان که با ادب خود را بیاراست. ندارم آن مسلمان زاده را دوست، که در دانش فزود و در ادب کاست. اون فرد مسلمان که حتی علم آموخته باشه، اون در شعر عموما یک فرد مسلمان انسانی که اسلام آورده است در نظر داشته است. اما اینجا اقبال باز بالاتر رفته است و میگوید که حتی یک عالم کامل باشد اما با ادب واقعی که خاص به این مردم در فرهنگ اسلامی تربیت یافته هستند، اون خصلت ها را نداشته باشد، این شایستگی دوست داشتن را ندارد. و این سبب ها باعث شده است که گویند که این یک فاصله تا مسلمانی 1000 سال دیگر. اکنون 1000 سال دیگر تا سرحد انسانی گفتگی چی؟ سوال پیدا میشد که یعنی سرحد انسانی از مسلمانی با بلندتر میستد میگفته. اینجا منظور انسان‌های کامل هستند. در شعر کلاسیکی ما، در ادبیات کلاسیکی ما، در هم فلسفه ما یک انسان آرمانی بود، انسانی که در آرزوی خیال‌هاشان بزرگان ما میپروریدند. این انسان را انسان کامل میگفتند. همین انسان کامل را در نظر دارد سخنور که یعنی تو وقتی که با این اسلام آوردن از مسلمانی خودت که در آغاز راه هستی، حال اخلاق حمیده مسلمانی نداری، اگر این را پیدا کردی باز 1000 سال دیگر، یعنی باز یک فاصله دیگر، یک راهی طولانی تری دیگر هست که تو خودت در تکمیل خودت باید کوشش کنی، در تکمیل معنوی خودت باید بکوشی و با اینام البته راهش از برای تزکیه نفس خودت به واسطه حاصل کردن صفای باطنی و پرهیزگاری به وسیله واقعا هم یک محبت جاودانه خداوند را اندر دلت پرورش کردن، تو به اون سرحد انسانی کامل خواهی رسید که این فاصله دوم است. باز همین مورد به علامه اقبال مشکل کشای کار ما هست. در یک شعر دیگرش میگوید که شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا زارند و خوارند. میگوید من در نزد خداوند در تنهایی گریه کردم، گفتم که این همدینای من چرا اینقدر خوار و زار هستند. ندا آمد که نشنیدی که این قوم دل دارند و محبوب ندارند. یعنی در وجود این انسان‌های کامل همیشه یک آرمان بود، آرمان پرورش یافته با محبت خداوند، با محبت الهی که انسان‌ها را از همه دیگر گناه، از بدی‌ها معصوم نگاه می‌داشت. همین محبت بود که انسان‌ها را به مرتبه فرشتگان میرسانید. و این شاعر وقتی که این مطلب رو میگوید در پیش نظرش البته یک آدم
خیلی دور از این مفهوم ها است که تنها بجز دعوای مسلمان بودن چیز دیگر را ندارد. از این خاطر این مطلب را گفته است که یک دو راه عظیم، دو عقبه بزرگی هست که تو باید اینها را پس سر بکنی که تا اون وقت به منتهای کمال به سرحد انسانی برسی. بینندگان گرامی، باید یک نکته را ذکر بکنم که این صحبت ما یک صحبت آزاد است، یک صحبت گشاد است و امروز ما نسبت معنی این بیت 1000 ساله را هست از تا مسلمانی 1000 سال دیگر تا به حد انسانی عقیده استاد را شنیدیم. شاید نفرانی هستند که عقیده دیگر، پهلوهای دیگری میخواهند پهلوهای دیگری این معنی را بکشایند. مرحمت و استاد محترم، ما هفته آینده باز مهمان این درگاه میشویم، زیرا که از بینندگان محترم ما اینجا بیت های زیاده است. سلامت باشید. اینک لحظه آن فرا رسید که صحیفه نوبتی عقیده و درخواست را منظور شما نمایم. مقاله در بین خلق معمول است که میگویند کار امروزه را به فردا مگذار، ولی این خیلی هم میگویند که برای اجرای عمل شتابکاری نشاید. ما به شهروندان با چنین سوال مراجعت میکنیم: کدام بهتر است، زودتر انجام دادن عمل یا تحمل کردن؟ با عقیده من تحمل کرده عمل را اجرا کردن بهتر است، چون که سراسموار اجرا کردن یگان کار به نتیجه خوب آوردن نمیرساند. البته انسان تحمل کرده، فکر کرده اول چی کار کنم، باید چه خیلی آغاز کنم کارم. فکر من همین است که بهترش است که تحمل کرده یک فکری، یک پیجاب آمده عمل کند بهتر است. وابسته به عمل، یعنی که عمل یعنی که کار خوب میشد، کار بد میشد. اگر که مثلا عملی نیک باشد، کاری که عاقبتون نیک باشد، سر وقت انجام دادن خوب است. اگر یعنی که عملی که بد باشد یا که عاقبت آن ناخوشی میاره، سر اون اندیشه کردن در کار. یعنی مطلب این است که اگر مثلا که عمل اگر عاقبتش با گویم خوبی اگر انجام نیابد، سر اون اندیشه تحمل کردن در کار. یعنی اون که در وقت جهل گفتن، در وقت غضب انسان باید خودش داشتن در کار و اون کاری که باید که با ناخوشی می انجامد اون سرش تحمل کردن در کار. اگر کاری خوب باشد اون انجام دادن در کار. که حضرت حافظ هم میگوید که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بدیل میگوید که گذشت عمر انسان مثل اون است که مثل اشک است که در میجه انسان است و یک چون میجه میزد اشک میریزد، فرصت اون بسیار کم است. برای این کاری خوب و خیر هر چی پیشتر انجام دهیم به فایده ما است، به منفعت کار است. با فکر من کار را مثلا یگان کاری که ما میگیریم یا معمایی که روبروی ما میشود، ما باید اول صبر و تحمل کنیم، زیرا که میگویند صبر کننده دوستی خدا میگویند. برای اون که مثلا اگر یگان خیلی که مقال خلق است 100 بار چین کنی یک بار بور هم خیلی میشد. به فکر من یگان معمایی که پیش آید اول صبر کردن در کار و بعد عمل کردن در کار. البته پیش از آن که با کار پیشه کنی باید اول 1000 بار اندیشه کنیم. امروز مثلا دو مورد رو میتونیم پیش نظر بیاریم. یکی اون که اگر کار امروزه رو بکنی میگویند که به فردا نگذار، این کار میشد به اندیشه. مثلا اگر که کار باشد که برای اندیشه کردن لازم باشد، باید اندیشه کرد بعد عمل کرد. برای من خوبترش باید اندیشه کرد بعد عمل. روزی میشود که شما همه کاری امروزه به فردا گذاشته میکنید، تا سریع اینکه شما حرکت نکنید به سبب تحمل. هر موردی میشد که کار امروزه رو به فردا میگذارم. موردی میشد که نمیخوام که کار امروزه به فردا گذارم و کار فردا با امروزه جمع شده مثلا کار خودم مشکل شود. و مثلا بعضی موردها می شود که این کار را به اندیشه، به تحمل نمیتوان پیش گرفت.